سلام دوستان، روزتون بخیر. با یکی دیگه از آموزش های طراحی سیستم هوشمند در خدمتتون هستیم. توی این طرح ما بحث انتخاب کلیدهای هوشمند رو میخوایم با هم دیگه مورد بررسی قرار بدیم که دقیقاً چگونه باید تعداد کلیدهای هوشمند رو انتخاب کرد. تقریبا میتونم بهتون بگم که انتخاب کلیدهای هوشمند بسیار وابسته به نوع کاربری و متناسب با تعداد سیستم های تهویه میتونه اتفاق بیفته. چرا؟ از این بابت که وقتی ما میخوایم سیستم تهویه‌ای رو روی سیستم هوشمند کنترل بکنیم، نیازمند این هستیم که از کلیدهایی استفاده بکنیم که ترموستات دارن. پس اگر توی فضایی هستیم که قرار هست سیستم های تهویهش رو هم هوشمند بکنیم، به تعداد ناحیه های سیستم تهویه ما نیاز به کلیدهایی داریم که کار کنترل سیستم تهویه رو انجام بدن. یعنی این کلیدها اصطلاحاً باید ترموستاتیک باشن، باید سنسور دما داشته باشن و از اونجایی که کنترل تهویه باید حالتی وجود داشته باشه که بشه دما رو تنظیم کرد. یعنی نمایشگری برای تنظیم دما باید بروش وجود داشته باشه. قاعدتاً اون کلیدها باید دارای صفحه نمایش باشن. حالا اینکه توی برخی از برندها کلیدهای وجود دارن که صفحه نمایش ندارن ولی سنسور دما دارن و میشه روی یه تاچ پنل مرکزی کنترل دما رو انجام داد، یا بعضی ها به دلیل محدودیت هایی که دارن نمیتونن مثلا 2 یا چند تا سیستم تهویه رو کنترل بکنن و مجبور هستیم از چند تا کلید ترموستاتیک کنار هم استفاده بکنیم. اینها دیگه ویژگی هایی هستش که مربوط به نوع اون سیستم سرمایش، اون برند هوشمندسازی متفاوت خواهد بود، متغیر خواهد بود و با هر برندی که کار میکنیم باید مشخصات فنی و ویژگی هاشون رو دقیق مطالعه کنیم که بتونیم انتخاب کلید رو انجام بدیم. ولی خب یکی از پایه‌ترین اصولی که باید رعایت بشه این هستش که برخی‌ها فکر میکنن اگر قرار هست سیستم هوشمند وجود داشته باشه یعنی اینکه دیگه کلید نباید داشته باشیم، همه چی باید از طریق سنسور کنترل بشه. نه، اصلا به این معنا نیستش. بعضی ها فکر میکنن باید یک کلید هوشمند داشته باشیم، یک کلیدی که همه کار میکنه. نه، این حرکت هم اشتباهه. کلیدهای هوشمند باید به گونه‌ای توی ساختمون توزیع بشن، به گونه‌ای انتخاب بشن، به گونه‌ای نصب بشن، در محل‌هایی قرار بگیرن که کاربری رو سخت و دشوار نکنن، همیشه در دسترس مصرف کننده قرار بگیرن و عملا ایجاد مشکل برای کارفرما نکنن. ما دیدیم توی برخی از شرکت ها یا همکارا یا کارفرماها کل کلیدهای اتاق رو حذف کردن و اگر کسی میخواسته بیاد مثلا چراغ اتاق خوابش رو خاموش روشن کنه باید میومده پای تاچ پنل مرکزی و برداشتش از تاچ پنل مرکزی این بوده که همه چیز باید سنترالایز کنترل بشه. نه، کاملا این حرکت اشتباهه و نهایتش این هستش که مشتری و مصرف کننده ی سیستم هوشمند از سیستم هوشمند ناراضی خواهد شد و رنج خواهد برد. من اینجا چند تا طرح رو میخوام با شما با همدیگه بررسی بکنیم. یه طرح فضای مسکونی هست که اگر دقت بکنید ما یک کلید هوشمند تو فضای ورودی داریم، بعد وارد فضای اتاق که میشیم حالا مثلا یک کلید هوشمند صفحه نمایشدار تاچ و یک کلید شاید بگم سرویس در نظر گرفته شده. میتونست همینجا این دوتا کلید با هم مرج بشن و خدمات سرویس رو روی همین کلید ترموستاتیک چون فانکشن های بیشتری داره در نظر بگیریم که میتونسته به دلیل درخواست خود کارفرما این تعدد وجود داشته باشه. کنار تخت مستر تو این فضا اصطلاحاً یک کلید پاتختی پیش بینی شده. این میتونه حذف بشه، میتونه باشه. ببینید اینها دیگه برمیگرده به سهولت استفاده از فضا. یا اگر بریم توی یک پلان دیگه با همین قضیه رو بررسی بکنیم میبینیم که ما توی محل ورودی کلیدی پیش بینی نشده، توسط یه سنسور ورودی به فضا کنترل میشه. برای این فضای تقریبا منشی یک کلید لمسی تاچ پیش بینی شده. داخل اتاق کار کلید ساده تری انتخاب شده ولی به دلیل اینکه فنکوئل داره صفحه نمایش داره این کلید دوباره. توی این فضا ما فنکوئل داریم، صفحه نمایش داره. توی این فضایی که اتاق سمینار هستش ما چون فنکوئل داریم
صفحه نمایش داره و این فنکوئل هم چون اتاق مدیر رو باز داره تأمین میکنه صفحه نمایش داره. ولی این اتاق پایین که تقریبا میتونم بگم سیستم تهویه داخلش وجود نداره و شاید صرفا یک روشنایی باشه، شاید مثلا یه اتاق حالت اتاق سروری باشه یا یه اتاق مثلا آبدارخونه چیزی بخوان در نهایت یا انباری پیش بینیش بکنن، صرفا یک کلید ساده در نظر گرفته شده که با 4 پل کار کنترل سیستم رو انجام میده. اون چیزی که من میخواستم تو این فضا بهتون بگم، شما به تعداد نقاطی که سیستم تهویه دارید نیاز به استفاده از کلیدهای هوشمند ترموستاتیک دارید. حالا اینکه برگردیم به یه فضایی که تقریبا میشه گفت قبلا هم مشاهده کردیم، تو اون فضا چند تا زون گرم سرمایشی وجود داره. برای مثال تو این فضا اگر من بخوام کلید هوشمندی رو پیش بینی بکنم، من میتونم یک کلید هوشمند پیش بینی بکنم که 3 تا فنکوئل رو همزمان کنترل بکنه. میتونم 3 تا کلید هوشمند در نظر بگیرم که 3 تا فنکوئل رو کنترل بکنه. میتونم 2 تا کلید هوشمند ببینم که یک کدومشون این فنکوئل های پایینی و یکی این فنکوئل این تقریبا میشه گفت نزدیک بالکن رو، نزدیک تراس رو بخواد مدیریت بکنه. پس ببینید انتخاب نوع کلید اول از همه این هستش که دقت بکنید دم دست باشه، راحتی رو برای مشتری به وجود بیاره. دوم اینکه به تعداد سیستم های تهویه‌ای که دارید، وقتی میگیم سیستم تهویه، اگر کلید شما همزمان از گرمایش، سرمایش پشتیبانی میکنه، گرمایش از کف هم روش وجود داره، نیازی به تعدد کلید دیگه ندارید. با یک کلید میتونید همزمان هم سیستم تهویه، حالا اگر مثلا تهویهشون اسپلیته، گرمایششون گرمایش از کفه، روی یک کلید کنترل بکنید. اگر نه باید دنبال کلیدهایی بگردید که این قابلیت رو داشته باشن یا اینکه از چند کلید مختلف استفاده بکنید. یه نکته رو من توی برخی طراحی ها دیدم و خب این رو خیلی توصیه نمی کنم. بعضی از دوستان مثلا واسه همچین فضایی، چون فضا بزرگه، قطعا تعداد سناریوها، خطوط روشنایی و سیستم های هوشمند زیادی داره، شاید بگیم مثلا یک کلید 4 پل یا یک کلید 8 پل خیلی مناسب کنترل نباشه. اصلا فکر میکنیم سیستم تهویه‌اش هم نمیخوایم کنترل کنیم. من دیدم بعضا میان از 2 تا کلید کنار هم استفاده میکنن که شاید خیلی جذابیت بصری نداشته باشه. پس اگر بشه از کلیدی استفاده کرد که فانکشنالیتی بالایی داره، این رو ما توصیه میکنیم که از کلید استفاده کنیم که مثلا میشه به جای 8 پل تا 30 پل 40 پل هم روش سناریو داد. خب قطعا این کلید دیگه کلید پوش باطنی نیست و کلیدهای لمسی صفحه نمایشدار یا دکمه‌ای صفحه نمایشدار هستن که شما میتونید تو صفحه نمایشاش حرکت بکنید و کار کنترل رو انجام بدید. اینجا یه موضوعی رو خب باید در موردش بحث بکنیم، این هستش که آیا تاچ پنل مرکزی، مثلا تو این فضا ما یه تاچ پنل مرکزی داریم تو این پروژه، آیا تاچ پنل مرکزی میتونه کار کلیدهای دیگر رو انجام بده و بخوایم کلیدها رو حذف بکنیم؟ باز رجوعتون میدم به این صحبتی که عرض کردم. تاچ پنل مرکزی بله میتونه به صورت مرکزی همه چیز رو کنترل بکنه، ولی نکته مهم این هستش که اگر ما بیایم کلیدها رو حذف بکنیم به این بهانه که تاچ پنل مرکزی داریم، کاربری اون ساختمون سخت میشه. پس تقریبا میتونم بگم تاچ پنل مرکزی یک قطعه الزام آور نیست و واقعا یکی از آپشن های ساختمانی، یکی از آپشن های غیر ضروری ساختمون هست، مگر اینکه بخوایم موضوع آیفون تصویری رو همزمان با کنترل سیستم هوشمند با هم داشته باشیم. بیشتر شاید یه تجهیز لوکس محسوب میشه فعلا. به خاطر همین قضیه من پیشنهاد نمی کنم که شما کل کلیدهای مثلا یه فضای نشیمن رو حذف کنیم به این بهانه که خب ما تاچ پنل که داریم و شاید این ایجاد یه مقداری دشواری کاربری بکنه، مخصوصا زمانی که واحد از متراژ بالایی برخورداره. مثلا اگر همین ساختمونی که الان نقشه رو که داریم بگیم مثلا یه واحد شاید بگیم مثلا 300 متری هستش، شاید این قسمت نشیمن و پذیراییش تبدیل بشه به حدود 100 105 120 متر پذیرایی. خب که قرار دادن یه دونه تاچ پنل یه گوشه ای از پذیرایی نمیتونه خیلی کار منطقی باشه و استفاده از کلیدهای هوشمند در نقاط خاص میتونه مثمر ثمر و مفید واقع بشه. پس برای جمع‌بندی عرض میکنم خدمتتون، ما برای انتخاب کلیدهای هوشمند اهمیتی نداره که اون کلید چی هستش، مگر اینکه سیستم تهویه رو هم بخواد کنترل بکنه که اونجا حتما باید از کلیدهای ترموستاتیک استفاده کنید. تعداد گنگ ها یا پل های یک کلید هوشمند متناسب با تعداد سناریوها میتونه انتخاب بشه.
حتما به این معنا نیست که اگر یه اتاقی 3 تا پل روشنایی داره پس منم باید برم یه کلید 3 پل هوشمند استفاده کنم. نه، هر چقدر تعداد دکمه ها بیشتر باشه غالبا سناریوهای بیشتری رو و حالتهای مختلفی رو میشه توی اون اتاق شبیه سازی کرد و اجرا کرد و دست بچهای برنامه نویسی و اجرای پروژه بازتر خواهد بود و از اون طرف کارفرما هم سناریوهای بیشتری رو میتونه اجرا بکنه. و از همه مهمتر اینکه کلیدها رو با این موضوع که ما داریم هوشمند میکنیم پس کلیدها باید حذف بشن، حذف نکنید و حتی اگر کارفرما از لحاظ مالی مشکلی نداره برای اتاقهای خواب کلیدهای پایتخت رو در نظر بگیرید که بتونه راحتی بیشتری رو برای کارفرما برمقام بیاره. بازم ممنون که تا اینجا با ما بودید. توی موضوعات بعدی هم در مورد یه سری سیستم های آیفون تصویری و تاچ پنل بیشتر صحبت خواهیم کرد و نکته هایی رو در این خصوص با شما در میون خواهیم گذاشت. روز خوش.